سریال جذاب پناهنده یک از بهترین سریال ترکی پاییز 1402 از شبکه استار تیوی می باشد که به بسیار سرعت به یک از پربیننده ترین سریال های این شبکه تبدیل شد. درود دوستان، اینجا ترکش اینفوست. در این ویدیو داستان اصلی سریال پناهنده و بازیگران مرکزی آن را برایتان به معرفی می گیرم. داستان این سریال پربیننده که محصول کشور ترکیه با حضور بازیگران محبوب و مشهور از جمله جیمره بایسل و اوراز کایگلاروغلو می باشد از این قرار است که روایتگر ماجراهای دو خانواده ثروتمند و قدرتمند است. میتا و ناز فرزندان این دو خانواده که در ناز و نعمت تمام از کودکی با هم بزرگ شدند و خانواده هایشان از همان کودکی زندگی مشترکی برای آنها رقم زدند و قول ازدواج آنها را به هم دادند. اما بیچاره میتا و ناز با وجودی که در ناز و نعمت بزرگ شدند هیچ وقت هم آزادی و انتخاب را نچشیدند. ولی داستان سریال زمان هیجانی و جذاب می شود که میتا با انجیلا خدمتکار ناز که از کودکی با ناز بزرگ شدن معرفی می شود و این ملاقات باعث گرفتن تصمیم های جدیدی از جانب میتا می شود. من واقعا حیرت کردم. آفرین بر شما. واقعا سریال باحالی به نظر می رسد. می رویم تا با هم معرفی شویم با بهترین بازیگران این سریال پرماجرا. اما قبل از آن من چند ثانیه وقتتان را می خواهم تا رفته ویدیو را لایک نموده و کانال ما را سابسکرایب کنید. خدا یارتان. جیمره بایسل با نقش انجیلا در این سریال متولد 5 فوریه 1999 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده. جیمره فارغ التحصیل لیسانس نقاشی از دانشگاه ایجای ازمیر می باشد و برای خودش رسام بوده. این بازیگر زیبا و جذاب اولین بار در سال 2014 وقتی 15 سالش بود با بازی در سریال دریای سبز جلوی دوربین رفت و با بازی در سریال پایتخت عبدالحمید با نقش فیروزه در کنار آل نوروز به شهرت و محبوبیت رسید. جیمره در سریال های زیادی همچو دریایی، گمنام‌ها، دستم را رها کن، رامو و سمت چپ من نقش آفرینی کرده و به شهرت خود بیشتر افزوده. جیمره خیلی دوستدار صفحات اجتماعی نیست و زندگی شخصی خود را به نمایش نمیگذارد، اما عکس 2 نفره وی با خواننده معروف ترک جیم آدریان خبرساز شد و شایعات از این قرار است که با هم در رابطه هستند، اما خودشان این موضوع را تایید نمی‌کنند. اوراز کایگلاروغلو مجری و هنرپیشه ترک متولد ژوئن 1987 در استانبول ترکیه به دنیا آمده و فارغ التحصیل رشته بازرگانی و تبلیغات از دانشگاه بلژیک استانبول می باشد. اوراز اولین بار با بازی در سریال 1 در میلیون جلوی دوربین رفت و بعد از آن در سریال های ماننده 7 کسی، هرم، 7 مرد زیبا، پدر عشق است، ما معصوم نیستیم، داستان قدیمی، 3 سکه و بسیاری از سریال های دیگر نقش آفرینی کرده. ولی بخت و طالع این بازیگر موفق بعد از بازی در سریال جذاب دختر سفیر با نقش دینیز بازگردید و مورد توجه همه قرار گرفت و حالا هم آمده تا با بازی در سریال پناهنده با نقش اول و اصلی میتا این توجه ها را بیشتر کند. خدا یارش، واقعا خیلی زحمت میکشد. این بازیگر معروف ترک دارای 1.87 سانتی متر قد و 64 کیلوگرم وزن بوده که در سال 2014 با بازیگر نه چندان معروف ترک میلیس ایشتن ازدواج کرده که این زوج زیبا اولین بار در سال 2017 صاحب یک دختر زیبا به اسم آدا شدند. آسوده کالبک با نقش ناز در این سریال متولد 18 ژوئن 1999 در استانبول ترکیه به دنیا آمده. این هنرپیشه جوان و زیبا دانشجوی ارشد بغازیجی بوده و تحصیلات خود را در تئاتر هنرهای نمایش استانبول ترکیه ادامه داده و حالا هم در سریال پناهنده با نقش ناز توانسته خیلی خوب بدرخشد و طرفداران زیادی برای خود پیدا کند. در مورد زندگی این بازیگر زیبا و موفق معلومات زیادی در دسترس نیست چون دوست ندارد زیاد درباره زندگی شخصی خورده صفحات اجتماعی حرف بزند. خب رفقا، آیا می دانستید داستان سریال زندگی شاهانه چه قرار هست؟
با کدام بازیگران مشهور سینمایی ترک در آن نقش آفرینی کردند؟ اگر شما هم علاقه‌مند این سریال جذاب هستید پس لینک بالا را دنبال کنید. سیرا توکدیمیر با نقش فاخر در این سریال متولد 11 آوریل 1981 در مرسین ترکیه تولد شده و فارغ التحصیل دانشگاه بلکن می باشد. این بازیگر زیبا دختر پرورش دهنده اصل معروف احمد توکدیمیر است که پدر خود را در سال 2015 از دست داده. سیرا وقتی 22 سالش بود با گوکسل گنجر یکی از دروازه‌بانان وقت تیم معروف فوتبال ترکیه بشکتاش ازدواج کرد و صاحب پسری به اسم بوران گوکسل شدند. ولی این ازدواج دیری دوام نکرد و بعد از 6 سال به جدایی ختم شد. این بازیگر زیبا و جذاب بعد از جدایی و آزادی از شوهر خود تصمیم بر بازیگری گرفت که با این کارش همه خانواده با او مخالف بودند. اما سیرا تسلیم نشد و با بازی در سریال مارمولک با نقش زهران نامش را بر سر زبان ها انداخت و تمام خانواده خود را متعجب و شوک زده کرد. چه عالی! بعد از آن هم در سریال های زیادی همچون گرد و غبار، مهمان اجباری، قیام ارطغرل، زندگی ادامه دارد و دختر سفیر نقش آفرینی کرده. شنای گورلر با نقش بلژین در این سریال متولد 28 ژوئن 1966 در ازمیر ترکیه به دنیا آمده و فارغ التحصیل دانشگاه 2 ایلول از دانشکده هنرهای زیبا می باشد. گورلر فعالیت حرفه‌ای خود را با دوبله آغاز کرد و بعد از آن در سال 1995 با بازی در سریال دنیاهای جلی در سینما ظاهر شد و در سال 2004 با سریال سمت اروپایی شناخته شد. این بازیگر زیبای ترک یک بار ازدواج را موفق داشته که از یک دختر زیبا دارد و بعد از آن هم برای بار دوم در سال 2014 با سیمی سگنر بازیکن ملی بیلیارد ازدواج کرد که تا حال با هم بوده و زندگی خوش را سپری می نمایند و خدا کند که این ازدواج هم به جدایی نرسد. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان ویدیوی ما. تشکر از شما که تا انتهای این ویدیو با ما بودید و ما را تحمل نمودید. منتظر نظریات و پیشنهاداتان هستیم و اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته منتظر چی هستید؟ ویدیو را با دوستانتان نیز شریک سازید. وقتتان خوش و الله یار و یاورتان.